عبدالاحد مومن در میان 400 تن برای این مأموریت انتخاب می شود. اولین مسلمان به سطح جهان که همراه با خودش قرآن کریم را نیز به فضا می برد. پس از تمرینات شدید و آمادگی های چند ماهه برای رفتن به مدار زمین آماده می شود. لحظه تاریخی، لحظه‌ای که یکی از افتخارات مهم برای افغانستان است. مومن یکجا با همکارانش از پایگاه بایکانور قزاقستان به سوی پایگاه فضایی میر حرکت می کند. رئیس جمهور از کابل با وی ارتباط می گیرد. فضانورد افغان نیز در مورد سفرش صحبت می کند و به این ترتیب پشتو زبان چهارم می شود که در فضا با آن صحبت می شود. عبدالاحد مومن پس از برگشتش دوباره به زمین برای کشورش یک افتخار بزرگ به دست می آورد. در جاده‌های شهر کابل هزاران تن به استقبال مومن آمده بودند و همه خوشحالی و یک احساس خاص داشتند. در مرکز این خوشحالی عبدالاحد مومن جا دارد. بعد از اتصال با استیشن میر که زمینی که خاک افغانستان و در مجموع کل کره زمین خوب مشاهده میشه از اونجا مساعش ما در وقت دفعه اول بالای افغانستان آمدیم و دیدیم بدون کدام ظاهر بینی بسیار مقبول وطن ما. اتحاد شوروی افغانستان در آن زمان در جمله کشورهای حساب می شود که یک فضانوردش به مدار زمین می رود. رئیس جمهور نجیب الله برای عبدالاحد مومن مدال قهرمانی جمهوری افغانستان را اهدا کرد و این افتخار را یک پیشرفت زرین یاد نمود. افغانستان 3 دهه قبل یک نیروی هوایی قوی و سکتور پیشرفته هوانوردی داشت. سکتوری که چهره‌های مانند مومن را در آغوشش پرورش داد. جنگ‌های داخلی اما همه چیز را از این کشور گرفت و خاک قهرمانان را به آغوش جنگ سپرد.